رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمزان قادیروف میگوید وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسوف و رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین سزاوار این مقام‌های بلند دولتی نیستند. با فرمان کالاکولتسوف مهاجران را میزنند، بازداشت و اخراج میکنند. آنها برادران ما هستند و ما به آنها احتیاج داریم. بعد میگویند که کسی نمیخواهد با ما دوستی کند. چرا ما اوکراین و گرجستان را از دست دادیم؟ چرا روابط ما با کشورهای دیگر نیز زیر فشار است؟ چون که این آدمان نمیدانند که در کشور چه حالت جای دارد. آنها به منطقه ها نمی روند و با مردم محل ها صحبت نمی کنند. در کرسی ها نشسته خودسری و ناعدالتی می کنند. نمی بینند که در پس تریزشان چی روی می دهد. خدای تعالی حتما آنها را مجازات خواهد کرد. در ادامه ملاقات مستقیم با خبرنگاران قادیروف ملاقات پرزیدنت‌های روسیه و ازبکستان ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف را یادآور شد که در آن رهبران دو کشور در مسئله مهاجرت کاری توافق نظر داشتند و موافقت کردند که دریافت راه‌های حل قابل هر دو طرف ضرور است. اما با گفته قادیروف کالاکولتسوف و باستریکین خلاف این موافقت عمل می‌کنند. کالاکولتسوف و باستریکین تو این دم به حرف‌های رمزان قادیروف واکنش نکردند. هفته‌های اخیر در حالی که قانونگذاران در دوم دولتی روسیه برای محدود نمودن حق مهاجران و از جمله از تحصیل در مکتب‌ها محروم نمودن فرزندان مهاجران را اقدام کردند، این سومین جمهوری مسلمان نشین روسیه است که برای حمایت از مهاجران صدا بلند می‌کند. هفته گذشته جمهوری‌های تاتارستان و باشقردستان هم به موقع نرمتری حکومت روسیه در مقابل مهاجران دعوت کرده بودند.